در چارچوب تفتیشات پرسر و صدای مقامات سابق آژانس ضد فساد، اخیراً سردار سابق ریاست یکم سرریاست مبارزه ضد جنایت‌های اقتصادی خاراکتر کورپسیونی داشته آژانس بازداشت شده است. اخیراً مقامات حفظ قانون در چارچوب تفتیش قضیه کارمندان سابق آژانس ضد فساد یک مقامدار دیگر را بازداشت کردند. از روی اطلاع دریافتی رادیو آزادی از روی پرونده‌ای که سر مخفی دارد، از ماه اپریل تا امروز 9 نفر بازداشت شده است. یک منبع نزدیک به آژانس ضد فساد روز 19 ایون در صحبت بدون میکروفون با رادیو آزادی گفت در چارچوب تفتیشات جریان داشته، قاسم سیدزاده سردار سابق ریاست یکم سرریاست مبارزه ضد جنایت‌های اقتصادی خاراکتر کورپسیونی داشته آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کورپسیا بازداشت شده است. این مقامدار سابق تخمیناً یک هفته پیش بازداشت و نسبتش از روی ماده 319 کادکس جنایی گرفتن پاره در حجم مخصوصاً کلان پرونده جنایی باز شده است که از 7 تا 12 سال زندان را با مصادره مالکیت خصوصی در نظر می‌گیرد. منبع رادیو آزادی روز دوشنبه گفت که تصمیم به جوابگری کشیدن قاسم سیدزاده بعد آن گرفته شد که بر پایه بیانات و روبروکنی با گمانبران دیگری بازداشت شده احتمال دست بر رشوه‌خواری زدن این شخص به دست آمد. در حالی که سنجیدن درستی اتهام تفتیشات نسبت این شخص از خودی بازداشت شده و نزدیکانش فعلا امکان ندارد، یک نوبتدار و هم مسئول دفتر مطبوعات آژانس ضد فساد روز 19 میلیون به رادیو آزادی گفت که قاسم سیدزاده از وظیفه‌اش آزاد کرده شده است و تقریباً یک ماه می شود که در آژانس کار نمی کند. در تحولات اخیر منبع آگاه از تفتیشات به رادیو آزادی گفت که مقامات تفتیشاتی اخیراً نسبت فیروز خالمرادزاده سابق مفتش آژانس ضد فساد از روی یک ماده دیگر عیب اضافه کردند. خالمرادزاده که ماه اپریل یکی از بازداشت شده های نخستین در این پرونده پرسر و صدا در قلابی و ساختکاری سندها عیبدار دانسته میشد، در اولهای ماه ایون برای قانونی گردانی رسمی کنانی درآمدهای با راه جنایت به دست آورده هم گمانبر دانسته شد. این ماده مجازات را به اندازه از 250 نشان دهنده جریمه و یا محروم ساختن از آزادی به مهلتی تا 2 سال را پیش بینی می کند.